کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از غرق شدن یک کودک 4 ساله در نویای دنغره خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد 3 سپتامبر سال 2023 ساعت 18:25 خبر رسید که در قلمرو دهه بوقپرور جماعت دیوت صفوبخش نویای دنغره ولایت ختلان یک طفل 4 ساله از بی‌نظارتی والدان هنگام بازی در کانال دیه در آب غرق شد. به جای حادثه نجات‌دهندگان ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان فرستاده شدند و بعد بیش از 3 ساعت جستجو همراه ساکنان محلی جسد کودک را پیدا کرده به والدانش سپردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با اظهار همدردی به پیوندان این طفل غور مرگ بار دیگر از ساکنان خواستند که فرزندان خردسال خود را هرگز بی نظارت نگذارند، زیرا بی نظارتی در اکثر موارد باعث چنین حادثه‌های ناخوش شده عمر داغ در دلها می‌گذارد. بنا به امور رسمی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در نیمه اول سال 2023 در کل و دریا و کانال‌های تاجیکستان 87 نفر از جمله 46 کودک و نوارس تا سن 16 غرق شدند. سال گذشته در جمهوری 160 نفر از جمله 80 کودک و نوارس غرق شده بودند.